کربلایی دل حاضر بکن نه. چته توی خیلی؟ چته؟ تو چته؟ یک هفتن که انگوهای من نو بوده دمت واردن لوی دیر یا روتت کردن او را پشتت به ما گب نازدی پس تو چته؟ علمو فستیوال خواجه تا یادته؟ یادم وقتی فستیوال برگزار بود از زیر تا بالا، از بندر تا تهران، از همه جا مسئولی صدا شد درون ناراحت بودن. یعنی ناراحتشون بود که دلشون مشکل. خدا به ما ببخشه. این فستیوال برگزار بود که همه صداشون درون ویگو که باعث فسق و فجور بوده، ناهنجاری بوده، بی حجابی بوده، به چندانم همه چی، هر جا مرد بوده. خدا به ما ببخشه. چقدر مسئولین ما اذیت بودن، چقدر ناراحت بودن. ای خدا به ما ببخش. خدا به ما ببخش. حالا این اسکله و این نرگتی چقدر جمون ناحق ایتو رفتن پر بودن، مشتن تو بیمارستان مجروح بودن، بچه موجی بودن. چقدر خانواده چیم انتظارن بچه ها شدن. ولی سری مسئولین ما زیاد ناراحت بودن، نفر بلکه هم ناراحت بودن. یک ناراحت هستن پزشکیان که وقتی خود تو بیمارستان و خنده به مجروح بنده خداش گفته که من جای تو باشم الان بلند میشم میرم خونه. اون گفت بله بچه تو ناره تو تواناییشه تا علی دو خدایی مکن کربلایی. بچه گفته کسی گپی نزه همون زنه که دنبالش او گپی زنه ایگو که همه چی عادین، اصلا مردم بستر سینه خود نازدنن، هیچ گپی اصلا ناراحت نین، هیچ مومی جگنی نسوختن، هیچ که ناراحت نین، همه چی عادین. میوه فروختن، بریم میوه بخوری تا دل تو کنه. همین وزیری شده ایشو با همون داره دستشو در نکن. خوشا به غیرت تو میرزون نبوده من جگر و ماتیش گرفته تو چشی پدر مادر رو نگاه بکنم. این داده بیدار خدای صبر